قدرت، معجزه شکرگزاری، قدرت مثبت‌اندیشی. این سه کتاب در مقیاس جهانی عنوان bestseller را دارند و خوشخبر برای دوستداران ادبیات جهان است ترجمه و نشر این سه کتاب با زبان تاجیکی. باید بگویم که مرکز خرد برای ترجمه این اثرها با ترجمان‌های با تجربه و دانشمند کشور همکاری نموده کوشش می‌کند که کتاب‌ها را در قالب نویسنده اصلیش ترجمه سازد. در این مرکز کتاب‌ها در سه بخش ترجمه می‌شوند: فلسفی، بدیعی و انگیزشی یا به اصطلاح موتیواسیونی. پیش از این در مرکز خرد یک اثر نویسنده مشهور روندا برن را با نام راست ترجمه و نشر نمودند. حالا باشد دو نسخه کتاب‌های دیگری روندا برن، قدرت و معجزه شکرگزاری را به خواننده پیشکش ساختند. وقتی که ما میگوییم که سرخوانترین کتاب دنیا، این به اون معنی است که این کتاب ها با زبان انگلیسی، فرض کردیم فرانسوی، آلمانی و با تمام زبان های امروز جهانی ترجمه می شوند و در سرتاسر جهان استقبال گرم می گیرند و اون ردبندی ها و اون ریتینگ هایی که مثلا نیویورک تایمز و دیگر هفته‌نامه های بزرگ جهانی اونها رو در ردبندی های اول قرار می دهند، این تصادفی نیست و انتخاب هم نیست. این از خواننده منشأ میگیرد و البته روز از روز خواننده های ما هم به مؤلفان خارجی ذوق و خواهششان زیاد است و البته این کتاب ها هم به زبان روسی هستند. هدف اصلی ما برای آن افرادی که زبان روسی و انگلیسی را چندان بلد نیستند، ما میخواهیم که از این دریچه اونها را وارد این میدان کنیم، یعنی با زبان مادری خودشون این کتاب ها را خوانند. اگر میل و خواهش داشته باشند میتوانند به دیگر زبان ها خوانند. گفتیم که مرکز در سه رویه کتاب‌ها را ترجمه و نشر می‌کند و حالا می‌شنویم که این کتاب‌ها در کدام رویه هستند و کدام جنبه‌ها را در بر می‌گیرند. این کتاب‌ها مثلا من میگم که وقتی که یک انسان نیت دارد، مقصد میگذارد و باید قدم بردارد تا اینکه به اون مقصد برسد، برای او یک تحریک لازم است و این کتاب‌ها همین هدف را، یعنی همین گویم کار را انجام میدهند که خواننده در نیمه راه نماند. مثلا کتاب قدرت از روندا برن یک ماه با خواننده کار میکند. یعنی اگر از فرض کردیم از 1 اپریل فرض کردیم کتاب رو مطالعه کند، دوام طول 28 روز او همه روز برای او یک وظیفه میگذارد که او وظیفه را باید انجام دهد. البته این از خواننده وابسته است. بله، از خود خواننده وابسته است که هنگام خواندن کتاب به خود سوال گذاشته وظیفه های داده مؤلف را که برای راهنمایی او پیش بینی کرده است تا کدام اندازه اجرا میکند. در برابر این سه نسخه دیگر کتاب های سرخواننده جهان در این مرکز هستند که هر یکی آنها برای اندیشه سالم، پیدا کردن راهی درست و شخص کامل بودن به خواننده کمک میکند. به خاطر که ما هر صبح وقتی از خواب برمیخیزیم ما باید شکرگزار باشیم. مثلا به خاطر اینکه به هر یک پدیده نگاه مثبت داشته باشی، دانش ضرور است که به کدام از روی کدام فهمیش و بینش ما میتوانیم به یک پدیده یا به یک واقعه مثبت نگر باشیم. کتاب 40 قاعده عشق، خودت باش دختر، جنگلی نروژی، بیاندیش و ثروتمند باش کتاب‌هایی هستند که در برابر این سه نسخه کتابی تازه ترجمه شده دارای مضمون بلند بوده سمت روشن روح زندگی را برای خواننده باز میکنند.